رهبر درزین سوریه جاره کردن داخازا سرخوبونا پارزگاه خل سوریه که رو را گهاند کو شوپینرین و بشک دانه برنج اسرائیلی حکمت حجری رهبر درزیان لپارزگاه سویدای لباشور سوریه را گهاند ام خواه وک بشک دانه برج حبونا دولت اسرائیل دبینن هروها اشکره کرد که داخازاوان یا سرکه سرخوبونا تامه لی دبکو قناخه وگوهز ده شیوه خوره و بریه ده و دبن چافدیریا گارانتوره که در ودا هبه حجری تیکاس کرد که تو پیوندی آوان به رژیم شامیره نینه و رژیم نها جیا بره هوفتر وصف کرو گود که اف دستلات بردوامی راست ریخستنا القاعده رهبر درزیان بحثا به یکی کرد که همو پیکاتین سوریه لگل علویان جی جبر تندوتیجی دنالن ده همان دمی دا تیکاسی لسر بردوامی پیوندی نوان ین استراتژیک لگل هزن کردی کرو پسنا پرفورمانس وان یا سویل و اولهیه دا